راه سوم دست چپ. آقایی بیا دادی ها. داستان فیلم سینمایی خیابان یک طرفه موضوع شخصی به اسم مراد که بعد از 7 سال از زندان آزاد میشه، به دنبال سرنخی میگرده که علت به زندان افتادنش رو پیدا بکنه. میاد توی مسافرخونه که سیا توش کار میکنه. سیا هم یه سری مشکلات مالی داره که به خاطر نامزدش باید اونا رو حل بکنه و مجبور میشه که با مراد وارد کارهای خلاف بشه. خیابان یک طرفه داستانی است با تم انتقام. پیام خیلی مهمی داره. پیام مهمش اینه که ورود به خیابان یک طرفه مواد مخدر سرانجامی نداره و جز بنبست چیزی نخواهد بود و همه چیزت رو از دست میدی. من خیلی داستان رو دوست داشتم. نویسنده قصه اولی های علیرضا حدی بود و بعد تا یک جلسه شورایی که بین دوستان گذاشتیم خانم طلا معتزدی برای بازنویسی انتخاب شدن و در نهایت آقای اسماعیل فلاحپور یه رو توش فیلمنامه کردن. اون چیزی شد که من واقعا از صمیم قلب دوستش دارم. هزینه کردم، بله واقعا بیشتر از یک فیلم سینمایی هم براش هزینه کردم و از این نوع فیلمنامه ها باز هم خواهم ساخت و هزینه خواهم کرد. امیدوارم که مردم دوست داشته باشن. حدوداً 1 ماه پیش تولید این کار بود با بازنویسی که داشتیم. فیلمنامه قشنگی شد. ما نقش مراد رو داشتیم که آقای پژمان بازقی قرار بازی کنن. نقش جلالی رو داشتیم آقای جعفر دهقان و سیاوش خیرابی نقش سیامک رو داره بازی میکنه. توی کار خیابونی یه طرفه نقش غفور رو بازی میکنم. در رابطه با نقش غفور میتونم بگم خیلی بده، خیلی زشته. هر کاری که به عنوان یک کار بد میتونیم ما ازش یاد کنیم این آدم انجام میده و انجام داده و در نهایت هم به سزای عملش میرسه. اصل مطلب قرار بود یک تلفیلمی انجام بشه که با صحبتایی که با دوستان کردیم، با آقای پورکیان که تهیه کنندم و من جانشین ایشون هستم، قرار شد که این کار رو یک کار با دکوپاژهای سینمایی جمع کنیم و تمام تلاشمون رو کردیم، تمام کارهایی که میتونستیم جهت تأمین سرمایه این کار بکنیم کردیم که این کار یک کار خوب بشه، یک کار سینمایی بشه و ما بتونیم حرفی برای گفتن تو جشنواره داشته باشیم.